بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزة والجلال را حمد و ثنا و شکر و ستایش می نماییم که به ما بندگانش بار دیگر توفیق داد و فرصت داد که باقی مانده از مسائل کلمه توحید، شهادتین لا اله الا الله محمد رسول الله را و دوستانمان بیان نماییم. باذن الله این حلقه دهمین است. در این حلقه دهم باقی مانده از مسائلی که به شهادت دوم ان محمد رسول الله است بیان خواهیم کرد. در حقیقت شهادت دادن بر این که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند این چنین مکانت و اهمیت و درجه بزرگ دارد. برای همین است که وقتی که شهادتین را میبینیم، شهادت بر این که نیست معبودی بر حق بجز الله و شهادت بر این که محمد رسول الله هستند صلی الله علیه و سلم، هر دو شهادت یک رکن هست، یک رکن اسلام هست. لا اله الا الله محمد رسول الله یا که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، هر دویش یک رکن از 5 رکن اسلام است. از 5 رکن اسلام یک رکنش هر دوی نمی شهادت است. این دلالت می کند که هر دوی این شهادت بدون یک دیگریش قبول نخواهد شد. کسی که محمد رسول الله را قبول بکند اما لا اله الا الله را قبول نکند، شهادتش قبول نیست، ایمانش و اسلامش قبول نیست. هر کسی که لا اله الا الله را قبول بکند، لا معبود بحق الا الله را قبول بکند، نیست معبودی بر حق بجز الله را قبول بکند و شهادت بر این که محمد صلوات الله ربی و سلامه علیه رسول الله هستند، این را قبول نکند، ترک نماید، رد بکند، پس بار دیگر اسلامش قبول نیست. لا اله الا الله محمد رسول الله، این دو شهادت بزرگ، دو کلمه بزرگ، هر دویش توحید، هر دوی این جمله و هر دوی این کلمه توحید و هر دوی این شهادت از همدیگریش جدا نشونده هست و به همدیگریش اسلام کسی قبول نخواهد شد. همان وقت کافر مسلمان میگردد که بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، البته ایمان آوردن از اشهد ان محمدا عبده و رسوله یا عبد الله و رسول الله، شهادت میدهم که نیست معبودی بر حق بجز الله و شهادت میدهم که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. پس وقتی که انسان معنای لا اله الا الله را فهمید، اهمیت لا اله الا الله را فهمید، رکن لا اله الا الله را فهمید، باید به همین اکتفا نکند. این کافی نیست برای مسلمان شدن، باید محمد رسول الله را نیز بفهمد. پس لا اله الا الله محمد رسول الله اهمیت هر دویش مثل همدیگریش هست. به جنت داخل شدن، از عذاب دور شدن، همه اش تعلق به محمد رسول الله را هم دارد.
این چونین شهادت بر این که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند رکن دارد. چه خیلی که گفتیم لا اله الا الله رکن دارد، انمون دو رکن لا اله الا الله این چونین دو رکنی محمد رسول الله هست. بارک الله فیکم. یعنی نه این که فقط نفی و اثبات. یعنی در اینجا شما سوال کردنتون ممکن است که آیا دو رکنی که لا اله الا الله داشت نفی و اثبات، همون نفی و اثبات این چونین دو رکنی شهادت بر محمد صلی الله علیه و سلم هست؟ نه، البته ما میگیم دو رکنی که لا اله الا الله داشت این چونین محمد رسول الله دو رکن دارد. رکن اولش ایمان بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم، بر رسالت محمد صلی الله علیه و سلم، و رکن دومش ایمان به بنده بودن محمد صلی الله علیه و سلم، عبودیتی محمد صلی الله علیه و سلم. وقتی که کسی به این دو رکن لا اله، دو رکن محمد رسول الله ایمان نمی آورد، شهادتش قبول نیست. یعنی رکن لا اله الا الله نفی و اثبات ذکر شد، اما این دو رکن تماما دیگر رکن است که این دو رکن به لا اله الا الله نیست، بلکه به محمد رسول الله دخل دارد. ایمان آوردن به رسالت، به پیامبری پیامبر، و ایمان آوردن به عبودیت، یعنی به اینکه محمد صلی الله علیه و سلم بنده هستند. اگر بگویم رکن اول این ایمان آوردن بر اینکه محمد عبدالله هستند. عبدالله یعنی چی معنی دارد؟ عبد، بنده، الله عبدالله، بنده الله. باید هر یکی من و شما ایمان بیاوریم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله هستند و انمین ایمان رکنی محمد رسول الله است. اشهد ان محمدا عبده و رسوله. یا که اگر اشهد ان محمد رسول الله گویدم در زیرش پنهانی در معنایش بنده بودن محمد صلی الله علیه و سلم را اقرار بکنید، این جایز است. و این رکنی محمد رسول الله از ما طلب می نماید که ما نسبت رسول الله محمد صلوات الله ربی و سلام علیه غلو نکنیم. غلو یعنی چی؟ افراط یعنی تجاوز حد نکنیم. نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلم، نسبت احترامش غلو و تجاوز نکنیم. احترام پیامبر این عمل نمودن به امرهای رسول الله است، باز ایستادن از نهیهای اوست. یا که به عباره دیگر به شما بفهمانیم، به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنگ زدن و سنت رسول الله را زنده کردن و عمل نمودن، انمین احترام رسول الله صلی الله علیه و سلم است. احترام نمودن اهل بیت رسول الله، زنهای رسول الله، مادران مؤمنان، فرزندان رسول الله، ذریه رسول الله صلی الله علیه و سلم، این احترام رسول الله است. اما کسی بیاید سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را تماما عمل ننماید، سنت رسول الله را ترک نموده است، سنت رسول الله در نزد او قدر ندارد، می آید و قبر پرستی می کند، قبر پیامبر را می پرستد، خود پیامبر را به الله شرک قرار می دهد، پیامبر را گویا که عبادت می کند گویا که الله را عبادت می کند، از قبر پیامبر شفاعت می طلبد، از قبر پیامبر خوشبختی می طلبد، از قبر پیامبر منفعت می طلبد، از قبر پیامبر بخشیدن گناه می طلبد. البته این شرک است و این غلو، تجاوز کردن حد است، اون حدی که الله گفته است تا همین جا بیایید، از اون گذشتن جایز نیست. اما این بنده بیچاره گذشته شرک را کرده است. پس این ایمان بر این که محمد عبدالله هستند به من شما به نهایت ضرور است و چیزی بزرگی را می آموزاند. افراط نکنیم در حق رسول الله، افراط نکنیم. درجه اش را از اون منزلتی که رسول الله سبحانه و تعالی وصف کرده است از اون بالا وصف نکنیم، به صفاتهای ربوبیت الله وصف نکنیم.
حق عبادت را به پیامبر صلی الله علیه و سلم ندهیم، منزله درجه اله و معبود را به پیامبر صلی الله علیه و سلم ندهیم. در حقیقت امروز در امت اسلام در همین رکن مشکلی را مشاهده کرده می شود و دیده می شود. در انمین رکن محمد رسول الله، رکن اول ایمان بر این که محمد عبدالله هستند، بنده الله هستند، رکن اولی شهادت بر این که محمد رسول الله هستند، امروز امت اسلام کمبودی دارد، نقض در همین رکن محمد رسول الله دارد. این رکن را بسیاری از امت محمد صلی الله علیه و سلم نابود کرده اند و پایمال کرده اند. رسول الله را می پرستند، سبحان الله، و از رسول الله دعا می طلبند، طلب کمک می کنند و بسیار چیزهایی که بعد از مرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چیزها جایز نیست. در حقیقت امروز وقتی که به مذهب اهل کلام می نگریم، فلسفه و منطق، و یا به فرقه های باطل صوفی ها می نگریم، اهل بدعت، یا البته به فرقه کفری رافضه نگاه میکنیم، میبینیم که اونها در این جانب غلو کرده اند و این رکن محمد رسول الله را ترک نموده اند. امروز شرکی که به وجود می آید سببش این است که رکن محمد رسول الله را ترک نمودند، بیخبرند، حتی معنی شهادت را حقیقی نفهمیده اند و تحقیق و عمل نمی نمایند. انمین هست که ما میگوییم که کسی که محمد صلی الله علیه و سلم را می پرستد اولیا پرست است و قبر پرست است. فرقی ندارد که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر باشند یا که باقی مانده از انسان های دیگر، این شرک است. ما اونها را میگوییم معنای لا اله الا الله محمد رسول الله را حالا نفهمیده اید. اگر معنای لا اله الا الله محمد رسول الله در حقیقت فهمیده میشد، چنانه که باید انسان باید و شاید فهمد همون طور فهمیده میشد، انسان ها شرک پرستی نمی کردند، قبر پرستی نمی کردند. خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این جانب گفتند لا تطرونی کما اطرتت النصارى عیسی ابن مریم. ای امت من، ای صحابگان، این سخن رسول الله به من و شما تا روز قیامت به مسلمانان آینده تعلق دارد. ای امت اسلام، ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، پیامبر میگن لا تطرونی، مرا بالا نبرید، در حقم افراط و غلو و تجاوز نکنید، حد را تجاوز نکنید، چنانه که نصارا اهل کتاب، بروسی شما خوبتر میفهمید، خریستیان ها در حق عیسی غلو کردند. عیسی علیه السلام هم مثل پیامبر یک بنده الله بودند و رسول الله بودند، اما این نصاراها، اهل کتاب نصارا آمد و عیسی را در حقش غلو کرد و بالاخره فرقه از اونها عیسی علیه السلام را معبود میگوید، اله میگوید، میپرستد، و فرقه از اونها فرزند اله یا فرزند معبود میگوید که هر دویش هم کفر است و شرک است و اونها کافر هستند. تا آمدن اسلام هم اونها کافر شده بودند. بعد از آمدن اسلام تمام خریستیان و یهودها کافرند وقتی که اسلام را قبول نکردند. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، لا تطرونی کما اطرتت النصارى عیسی ابن مریم، این معنی را دارد. پیامبر در دوامش میگه انا عبد الله و رسوله، انا عبد الله و رسوله، من اول بنده الله هستم. ببینید اول پیامبر بنده گفتم، من بنده الله و رسول الله هستم. پیامبر بنده الله و رسول الله هستند، عبدالله هستند. پس
پیامبر هیچ صفت ربوبیت و الوهیت را ندارند. غلو کردن در حق پیامبر که صوفی ها میگوید این دنیا به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم خلق شده است، از نور پیامبر، از قطره آب جسم پیامبر خلق شده است. پیامبر بعد از مردن هم شما را می بخشند، بعد از مردن هم در حق قبر پیامبر باید دعا کرده شود، یعنی از اون طلب منفعت و دفع ضرر کرده شود. استغاثه و نظر و این چنین چیزها همه اش شرک است و جایز نیست. پس بارک الله فیکم، اگر شما در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست دارید، بیایید موحد باشید، معنای این دو جمله را درک کنید. لا اله الا الله محمد رسول الله را حقیقتا باید فهمید، نه ادعای دعوی دروغین و کاذبین. یک دعوای دروغین نه، بلکه حقیقی دعوای صادقین، و عملا نشان بدهید با عمل زبان، با عمل قلب، با عمل جسم، با سخن زبان و با سخن قلب، با تمام 5 رکن ایمان نشان بدهید که در حقیقت شما دوستدار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستید و در حقیقت ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده اید. پس این رکن اولی محمد رسول الله است. رکن اولش ایمان بر این که محمد صلی الله علیه و سلم عبدالله هستند، بنده الله هستند، از انسان تولد شده اند و مثل انسان وفات کرده اند و مثل انسان ها زندگی کرده اند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن انا بشر مثلکم، ای انسان ها من بشر هستم مثل شما. بشر یعنی انسان مثل شما هستم. انسا کما تنسون، فراموش میکنم چگونه که شما فراموش میکنید. ابن القیم الجوزی در کتاب زاد المعاد میگویند 5 مراتبه در نمازشان فراموش کرده اند، یعنی در بعضی حالات کم و زیاد کرده اند که صحابگان وقتی که خبر میدهند در تعجب میمونند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین مثل انسان ها بودند، از غیب مطلقاً با خبر نبودند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت کسی را که خواستند شفاعت نمی کنند، بلکه همان کس را شفاعت می کنند که الله اجازه داده باشد. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه ولا يشفعون الا لمن اذن له. بارک الله فیکم. و رکن دومی محمد رسول الله، چیزی مهمترینی معنای محمد رسول الله، این ایمان بر رسالت محمد صلی الله علیه و سلم است. یعنی من و شما بعد از این که ایمان می آوریم که محمد بنده الله هستند، بعد از این ایمان بر رسالت پیامبر، ایمان می آوریم که محمد صلی الله علیه و سلم رسول هستند، بعد از بنده بودنشان رسول هستند. و این رکن از ما طلب می نماید و تقاضا می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را اطاعت بکنیم و اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم و رسول الله را پیروی بکنیم و ملازمت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم و پابرجا و ثابت قدم در اجرا نمودن اوامر و نواهی او و بر شریعتش باشیم و همه امرهایش را بعد از عمل کردنمان به دیگران رسانیم و استسلاممان، تسلیممان به حکمهایی که رسول الله کرده است تسلیم حقیقی باشد. به هدی، به منهج، به راه رویش محمد صلی الله علیه و سلم باید ما تسلیم شده باشیم و تمام خبرهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده اند باید ما تصدیق نماییم و رسول الله را دوست بداریم و حقش را بجا بیاوریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم را احترام نماییم. انا این همه زنده کردن و بجا آوردن رکن دومی محمد رسول الله است. پس لا اله الا الله 2 رکن دارد، نفی و اثبات. محمد رسول الله نیز 2 رکن دارد، ایمان به این که محمد صلی الله علیه و سلم عبدالله و بنده الله هستند و ایمان به رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم که در زیرش همه این گفته ها را در بر دارد. پس
تصدیق اخبارهای رسول الله، احترام کردن رسول الله، محبت رسول الله، همه این گفته ها دلالت میکند که مسلمان و امت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید و حتما چی بکند؟ به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنگ بزند و این امری خود رسول الله است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی. من بعد از خودم به شما دو چیز را گذاشتم که اگر شما به این دو چیز چنگ بزنید هیچگاه گمراه نخواهید شد. القرآن و السنه، قرآن و سنت. و رسول الله صلی الله علیه و سلم با اینکه دوستش بداریم و از همه زیاد دوستش بداریم به ما امر نموده است. چخیلی که در حدیث صحیح امام بخاری روایت میکنند قصه عمر بن الخطاب رضی الله عنه را. عمر بن الخطاب، عمر الفاروق، بهترین انسان بعد از ابو بکر الصدیق رضی الله عنهما، روزی به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آیند و می گویند یا رسول الله انی احبک اکثر من کل شیء الا نفسی. ای رسول الله من تو را از همه زیاد، از تمام چیزها زیاد دوست می دارم بجز نفسم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لا یا عمر حتی نفسک. نه ای عمر، تا این که از نفست هم مرا زیاد دوست نداری، این محبتی تو محبت ضعیف است، یعنی ایمانت حالا به درجه قوی ترین نرسیده است. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه می رود و باز می گردد و به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گوید ای رسول الله انی احبک اکثر من کل شیء حتی نفسی. ای رسول الله من تو را از همه چیز زیاد دوست می دارم، حتی از نفسم، از نفس خودم هم زیاد تو را دوست می دارم. رسول الله میگند الان یا عمر انا من حاضر. ای عمر ایمانت به درجه بالاترین قوی ترین رسید. الله اکبر. پس دوستداری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فقط با زبان نیست. مثلا یک کس بگوید من رسول الله را تصدیق میکنم، اخبار تمام گفته هاش را تصدیق میکنم، من رسول الله را اقتدا میکنم، پیروی میکنم، طاعت و اطاعت میکنم و من رسول الله را دوست دارم، احترام میکنم، بگوید اما سنت رسول الله را عمل ننماید، به سنت عمل کنندگان را طعنه بزند و لقب گذارد و اون سنت عمل کننده ها را بد بیند، خوشش نآید از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این دروغگو و کذاب است و این هیچ محبت در قلبش نسبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ندارد. اگر محبت حقیقی و ربانی می داشت هیچگاه این اعتقاد بد را بعد دیدن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ترک کاملا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بر دلش جای نمیداد. کسی که محبت حقیقی، نه محبت تنها بلکه کسی که به این رکنی عبودیت و رکنی بر رسالت محمد صلی الله علیه و سلم دارد، به این دو رکن محمد رسول الله در حقیقت ایمان آورده است و رسول الله را تصدیق کرده است، اطاعت و پیروی و محبت و احترام کرده است، تمام سنت های صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که به او میرسد و خبر می آید بالای سرش میگیرد و زود عمل می نماید. پس ببینید به سنت عمل کردن از همین جا برمی آید. قول دیگر انسان ها را ترک کردن از همین عمل نمودن رکن محمد رسول الله برمی آید. ما میگوییم تمام سخنی که مقابل سخن رسول الله آید ما ترکش میکنیم. سخن امام شافعی مخالف سخن رسول الله آمد، سخن امام شافعی را ترک می نماییم. سخن امام ابو حنیفه مخالف سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمد، ما میگیم ترک می نماییم. سخن مالک، سخن شافعی، سخن احمد، سخن ابو حنیفه رحمه الله اجمعین رحمت الله رحمت واسع، سخن همه این انسان ها، سخن امامان و تابعین، سخن کسی نباشد وقتی که مخالف سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد این سخن را ترک میکنیم. هیچ سخنی و هیچ فتوای برابر
و رو به روی سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شایسته ایستادن نیست. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن اذا خالف قولی قول رسول الله صلی الله علیه و سلم فخذوا قول رسول الله. اگر سخن من مخالف سخن رسول الله بیاید سخن رسول الله را بگیرید. و در دیگر جا امام ابو حنیفه میگن اگر سخن من مخالف سخن رسول الله آمد سخن مرا به دیوار بزنید. و در جای دیگر میگن اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح باشد انمی مذهبی من است. اما چرا امروز کسانی که در مذهب ابو حنیفه هستند متعصب هستند؟ تعصبشان این که میگن در فلان کتاب مذهب آمده است، به اون حدیث صحیح را وقتی که امام بخاری و مسلم روایت کرده است نشان میدی، میگوید من به فلان قول هستم، قول ابو حنیفه رحمت الله علیه، در حالتی که ابو حنیفه این نصیحت را کردند. پس نصیحت ابو حنیفه را باید پیش بگیری. یک. دوم، باید ایمان بر رکن محمد رسول الله، ایمان بر رسالت داشته باشی و سخن کسی را به سخن رسول الله بالا نبری. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا كجهر بعضكم لبعض. سخنتون را بالای سخن رسول الله بالا نکنید، سخن کسی را بالای سخن رسول الله بالا نکنید. امام مالک رحمت الله علیه میگن كل قول يؤخذ ويرد الا صاحب هذا القبر. در مسجد مدینه میشتند نبوی، امام مالک میگفتند تمام سخنها گرفته می شود و رد زده می شود بجز سخن رسول الله. سخن رسول الله واجب الاتباع هست. واجب الاتباع همین است که شما اختیار ندارید در قبول کردن و رد کردن، حتما باید بگیرید. نگرفتید و رد کردید از اسلام بیرون می شوید. اما دیگر انسان ها کسی نباشد شما اختیار دارید که سخنش را بگیرید یا نگیرید. اگر سخن شخصی او باشد، سخنی که از قرآن و سنت نباشد. بارک الله فیکم. این سخن از امام محمد ادریس شافعی، احمد ابن حنبل رحمهم الله اجمعین از همشون آمده است که من شما را دعوت میکنند که عمل به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمایید. و این چنین محبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما نشان میدهد که باید اطاعت الله را بکنیم. کسی که میگه من رسول الله را دوست میدارم اما اطاعت الله را نمیکند دروغ گفته است. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. و الله سبحانه و تعالی میگوید ای پیامبر صلی الله علیه و سلم بگو اگر شما الله را در حقیقت دوست دارید پیروی من باشید. یعنی کسانی که اینچنین ادعا میکنند که ما الله را دوست میداریم باید پیروی حقیقی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشند. پس این دو رکن لا اله الا الله بود. رکن اولش بنده الله بودن محمد صلی الله علیه و سلم عبدالله. رکن دومش ایمان بر رسالت محمد صلی الله علیه و سلم. پس بارک الله فیکم. خیلی که به شما معلوم گردید محمد رسول الله هم به نهایت و به نهایت مسائل بزرگی را زیر خودش دارد و کسی که لا اله الا الله و محمد رسول الله را یک جایه نمیگوید مسلمان نشده است. پس با همین این حلقه دهمی آموزش لا اله الا الله محمد رسول الله را به پایان میرسانیم و در حلقه های آینده باقی مانده از مسائل را به شما ذکر و شرح و توضیح خواهم نمود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.